بسم الله الرحمن الرحیم. با قسمت سوم آموزش تحلیل بازارهای مالی خدمت شما عزیزان هستیم. توی این قسمت قراره که با انواع نمودار آشنا بشیم. اما قبل از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم با قسمت سوم آموزش تحلیل بازارهای مالی خدمت شما عزیزان هستیم. خب قراره که با انواع نمودار آشنا بشیم، ولی قبل از اینکه با انواع نمودار آشنا بشیم بهتره که با تایم فریم آشنا بشیم. خب من بزنم اسلاید بعدی تا شروع کنیم. خب تایم فریم یعنی چی؟ تایم فریم برای ما نشون میده که نمودار ما توی چه بازه هایی افزایش یا کاهش قیمت رو برای ما نشون بده، نوسان قیمت رو توی چه بازه‌ای برای ما نشون بده. خب همونطور که میبینید توی تایم فریم یک ماهه ما یه دونه کندل داریم. قراره با کندل و نمودارهای دیگه هم آشنا بشیم، ولی بهتره که قبل از اونها با تایم فریم آشنا بشیم. توی تایم فریم یک ماهه ما یک کندل داریم که کندل نزولی هستش و همون کندل رو ما توی تایم فریم 4 هفته‌ای داریم که میشه یک ماه و همون 4 تا کندل یک هفته‌ای که هر کدوم اینا یک هفته هستش شامل 20 روز کاری میشه. این 20 روز کاری میشه 4 تا کندل یک هفته‌ای و این 4 تا کندل یک هفته‌ای میشه یک کندل یک ماهه. خب اعتبار کدوم اینا بالاست؟ به طبع اعتبار کندلی که توی طولانی مدت تر تشکیل شده بیشتر از کندلی که توی کوتاه مدت یا یه زمان کوچیکی تشکیل شده. مثلا ما توی اجازه بدیم من یه قلمی بردارم از اینجا. مثلا ما توی این کندل ها شاهد رشد قیمت بودیم در حالی که قیمت ما نزولی بوده. توی این کندل شاهد رشد قیمت بودیم در حالی که قیمت ما نزولی بوده، ولی توی این کندل ما شاهد نزول قیمت بودیم. پس تایم فریم هر چقدر بلند مدت تر اعتبار تحلیل ما بالاتر. ولی از تایم فریم چه استفاده باید بکنیم و کدوم تایم فریم مناسب چه تحلیل هایی هستش؟ خب تایم فریم برای ما تایم باز و بسته شدن یک ارز یا یک سهم توی بازه زمانی مورد نظرمونه. ولی توی بازه هایی که مثلا بازه های هفته‌ای و ماهانه و یک ساله، اکثرا تایم فریم های بزرگتر به درد افراد بلند مدت تر میخوره و تایم فریم های کوچکتر به درد افراد کوتاه مدتی میخوره. ولی چه تایم فریمی برای بلند مدت ها و چه تایم فریم برای کوتاه مدت ها بیشتر اهمیت داره؟ افرادی که میخوان نوسانگیری کنن بهتره که تایم فریم های یک روزه و 4 ساعته رو حتما نگاه کنن و بدونن که چه مقاومت های توی اون روز و توی تایم فریم 4 ساعته وجود داره، چه حمایت هایی وجود داره و لزوما اگه نیاز داشت با تایم فریم 15 دقیقه‌ای هم میتونن تحلیل بکنن. ولی افراد کوتاه مدتی، افرادی که میخوان سهم رو نهایتاً یک هفته الی یک ماه نگهداری بکنن، میتونن از تایم فریم های یک روزه و یک هفته استفاده کنن که به مشکل بر نخورن. ولی افرادی که دارن میان مدتی مثلا میخوان یک سهم رو 3 الی 1 سال نگه دارن، این افراد بهتره که تایم فریم های یک هفته‌ای و یک ماهه بهتره که کندل های یک روزه یا نمودار تایم فریم یک روزه در نظر بگیرن.
چون مقاومت تایم فیلم های یک روزه، تایم فیلم های کوچک، نقطه های ورود و خروج بهتری به ما میدن. پس بهتره که افراد میان مدتی از تایم فیلم های یک هفته و یک ماه برای تحلیل و از تایم فیلم های یک روزه برای نقطه ورود و خروج استفاده کنند. ولی افراد بلند مدتی، افرادی که میخوان یک سهم و 2 الی چند سال نگهداری کنن، بهتره که از تایم فیلم های 6 ماهه و 1 ساله و اگه نیاز داشت از تایم فیلم های 1 ماهه و 1 هفته استفاده کنن. ولی به نظر من، حالا توی اکثر کتاب ها اینو نوشتن، ولی به نظر من بهتره که افراد بلند مدتی از تایم فیلم های 1 ماهه و 6 ماهه استفاده کنن، چون تایم فیلم های 1 ساله هر چند دقیق تر میشه ولی برای ما سیگنال های خوبی رو نمیده. مثلا ما اگه بخوایم از یک سهم یا ارز یک سیگنالی بگیریم، شاید باید 1 سال صبر کنیم تا به یه محدوده خوبی برسه که ما میگیم بله از لحاظ تایم فیلم های 1 ساله توی نقطه خوبی هستش. خب بحث تایم فیلم ها تموم شد. توی ویدیو بعدی به بحث نمودارها برمیگردیم و نمودارها رو کامل براتون توضیح میدم. امیدوارم که مفید بوده باشه. حتما یادتون نره چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی وقتی که آپلود شد بهتون خبر بده و 100% ویدیو رو لایک کنید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خداحافظ.